کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 13 مارت سال 2023 خبر داد که روز 12 مارت در تاجیکستان یک طفل در دریا غرق شده است. این حادثه ناخوش در ناحیه لخش یا سابق جرگتال در وادی رشت در شرق تاجیکستان رخ داده است. روز 12 مارت سال 2024 ساعت 16:11 یک کودک 8 ساله ساکن دهه بشولون جماعت سرخاب به دریاچه افتاده غرق شده است. ساکنان محلی امروز با کارمندان شعبه ولایت‌های فوق‌العاده ناحیه لخش به جستجوی جسد کودک پرداخته، تنها بعد 5.5 ساعت جستجوها ساعت 21:46 شب 12 مارت توانستند جسد کودک غور مرگ را پیدا کرده از آب بیرون بکشند و برای گور و چوب به خویشاوندانش بسپارند. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در پی این حادثه ناخوش با اظهار همدردی به والدان و نزدیکان کودک غور مرگ بار دیگر از والدان خواسته است که با فرزندان خود دائما درباره رعایت قاعده‌های بی خطری در لب کل و دریاها بخصوص در این آغاز فصل بهار که گرمشوی هوا یخ دریاها را خیلی تنک می‌کند صحبت‌ها گذرانند. بر اساس آمار رسمی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده سال 2023 در کل دریاهای تاجیکستان 181 نفر از جمله 75 کودک و نوجوان تا سن 16 غرق شدند. سال 2022 در جمهوری 160 نفر از جمله 80 کودک و نوجوان تا سن 16 غرق شده بود. این آمار بیانگر آن است که تقریبا نصف غرق شدگان را در تاجیکستان نابالغان تشکیل می‌دهند.